کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید در ولایت سوغد یک جوان دختر 19 ساله را از خودکشی نجات داده. حادثه 4 اپریل سال روان رخ داده است. به گفته کمیته به بخش نوبتداری واحد واکنش سریع ولایت سوغد خبر رسید که دختر جوان میخواهد خود را به دریای سیر اندازد. تا رسیدن نجات دهندگان به جای حادثه، جوانان رهگذر این جوان دختر را از آب بیرون آوردند. گفته می شود که او ساکن ناحیه اشت بوده و قصد خودکشی کرده است. نجات دهندگان به جبر دیده یاری اولین طبی رساندند و بعدا او را به بیمارستان انتقال دادند. به گفته کمیته حالتهای فوق‌العاده در گذشته نیز کارمندان آنها چندین نفری را که با قصد خودکشی خود را به دریا انداخته بودند از آب بیرون آوردند. یکی از نجات دهندگان کمیته حادثه چند روز پیش را این گونه نقل کرد. همون واسطه نوبه بله خودش همونجا پرفتگی اشودانه مو ویزیف تلفن شد روز پنجشنبه 5 اپریل پنجشنبه 5 اپریل ساعت اشودانه تلفن شد. خوب نجات دهنده رفتیم شهروندو درون آب داشت قبل سازی بودن. بله دو کس من دیدم نوار کیا داشتند؟ دو شهروند بود ده دو شهروند بود. بعد ما رفته هم شهروند هم ماموس پرفتگی دختره که بیرون برادیم سپردیم. با خودش آمد دختره آمده بود؟ خودش دون لاتی که خودش بود بیرون برادیم بیهوش شد. دختر آمد بس کارو بود دارو رساندیم. نامش که بود است؟ نه گفت نامش داده که برای چی خودش پرتش دست نه یامش ما بر پایه اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد سال گذشته 244 ساکن منطقه 138 مرد و 106 زن دست به خودکشی زدند که نظر به سال قبل 43 حالت بیشتر بوده است. منابع رسمی میگویند اکثر افراد بنا به مشکل خانوادگی، بیماری روانی و وزنینی حیات به زندگی خود نقطه گذاشتند.